این درس در واقع خیلی گرامر سبکی داره و تقریبا میشه گفت اصلا گرامر خاصی نداریم توی این درس، فقط یه سری نکاته که با هم اینجا توی این ویدیو مرور میکنیم. دو تا فعل میخوایم بخونیم، فعلای مشتن و mögen که در واقع mögen یه مودال ورب هست، مثل مودال ورب können که توی درس هفتم با هم دیگه یاد گرفتیم، و مشتنم که در واقع یه حالا فعلا نخوندید، یه شاخه ای از مودال ورب هاست که بعداً میخونید بهش کنیونکتیو 2 میگن. یه حالت دیگه ای از فعل های مودال هست که البته همه فعل های آلمانی این داستان رو دارن. یه بحثی که حالا بعداً توی سطح بیانس بهش میپردازیم. شما الان تو ذهنتون این باشه که در واقع اینا دوتا مودال وربن، الان اینجوری یاد بگیرید بهتره. مشتن به معنی میل داشتن و mögen به معنی دوست داشتن. اول بریم صرفاشون رو با هم دیگه ببینیم. ich möchte، du möchtest، sie es möchte. میبینید اول و سوم مثل همصرف میشن، هم قانون مودال ورب ها. wir möchten، ihr möchtet، sie oder sie möchten، حالت اینفینیتیوی. اما فعل mögen، ich mag، میبینید توی ایشش چه تغییری داره، mag دیگه املاوتو ندارم و آ دارم اینجا. du magst، sie es mag، اول و سوم هم مثل هم صرف میشن، اما تو حالت جمع دیگه این داستان آ نیست، بلکه دوباره به حالت اینفینیتیویش برمیگرده. wir mögen، ihr mögt، sie oder sie mögen. پس تا اینجا اصلا مطلب خاصی نگفتم دیگه، صرف دوتا فعله که حالا مثل بقیه فعله باید یاد بگیرید، فقط صرفش مودال وربه. در واقع mögen خودش مودال ورب هست. خیلی هم مشتن رو جز مودال ورب ها حساب میکنن، اما در واقع دقیق تر بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، یه در واقع خودش از فعل mögen درست شده، فعل مشتن. اما حالا شما تو ذهنتون همونطور که گفتم جفتشون رو مودال ورب در نظر بگیرید. اما بریم سراغ یه چند تا مثال که حالا معنیاش بیشتر برامون جا بیفته و اون تفاوت کوچیکی که دارن. Ich möchte gerne einen Apfel essen. ببینید برای یه وونش، برای یه خواسته من از فعل möchten استفاده میکنم، و یا مثلا یه höfliche Bitte، حالت مؤدبانه اگر بخوام به داستان بدم، میگم که möchtest du einen Kaffee، کافی میل داری، و این در واقع مؤدبانه تر میکنه جمله رو به نسبت فعل mögen، چون که حالت کنیونکتیو 2 هست و کنیونکتیو 2 یکی از کاربرداش در واقع مؤدبانه کردن. پس یکی ببینید این جمله اولو ich möchte gerne einen Apfel essen، میخوام یه سیب بخورم، پس یه میخوام یه خواستنه در واقع، و در واقع جمله دومم یه ذره حالت مؤدبانه داره. اما möchte bald nach Italien fahren، یه حالت قصدم هست که اون میخواد بعداً به ایتالیا بره، سفر بکنه. پس این از مثال های مشتن. اما برای mögen ich mag keine Bananen، من موز دوست ندارم. ببین معمولا اتفاقی که برای ماگ میفته اینه که تنها تو جمله میاد و مثل بقیه مدالبا برای تکمیل شدنش احتیاج به حتما یه فعل آخر نداره. البته میشه باشه ها، مثلا من بگم که ich mag keinen Banana essen، اما خب معمولا نمیاریم برای فعل موگن ich mag keine Bananen، چون که معنی جمله کامله. یا میگم ماکس تو کریمی، فیلم جنایی دوست داری، کریمی به معنی فیلم جنایی، این دقیقا همون معنی دوست داشتن هست. Sie mag ihre neue Nachbar nicht besonders، اون همسایه جدیدشو، همسایه جدیدشو دوست نداره، nicht besonders به ویژه دوستشون نداره. میبینید بازم مودال ورب mögen به صورت تنهایی توی جمله اومده. oder sie mögen dich sehr، اونا تو رو خیلی دوست دارن، دقیقا همون معنی دوست داشتن هست. اما برم سراغ گرامر بعدی. ما این گرامر هم بهتون گفتم دیگه، این تنها گرامری که تو این درس هست و اینم قبلا توی درس هشتم که اون وخن تاگ ها و تاگ سایت ها رو داشتیم بهتون گفتم، موقعی که میخوایم دو تا اسم با هم ترکیب بکنیم آرتیکلش کدوم میشه؟ خب بهتون گفته بودم دیگه، آرتیکل کلمه دوم. مثلا دا شینکن به معنی کالباس و داس بروت به معنی نون. من اگر بخوام یه اسم جدید بسازم شینکن بروت،
خب آرتیکل بغوت حسابه، چون که بغوت کلمه آخر هستش. ممکنه ما کلماتی داشته باشیم که حتی 3 بخشی باشه، حتی 4 بخشی باشه و به بالا باز هم آرتیکل کلمه آخر حسابه. یا مثلا دی شکلاد و دا کوخن، کیک. حالا میخوام بگم کیک شکلاتی، شکلادن کوخن، کدوم آرتیکل حسابه؟ دا که برای کوخن هست، دا شکلادن کوخن. دا فیش، دی زوپه، میخوام بگم سوپ ماهی، فیش زوپه، کدوم حسابه؟ دی زوپه حسابه، پس میگم دی فیش زوپه. اسم جدیدی که ساخته میشه، پس دوستان آرتیکل کلمه دوم رو همیشه در نظر میگیریم. اینم از این داستان. اما یه مفهومی باز توی این درس هست به اسم شون و ارست. اینم باز گرامر نیست، در واقع 2 تا کلمن، اما خب باید بدونیم که چجوری توی جمله به کارشون ببریم. ببین خیلی وقتا اگر این شون و ارست رو به کار نبریم، مثلا معنی جمله شاید تفاوت آنچنانی نکنه، اما به کار بردنش نشون میده که شما بالاخره اینا رو میشناسید و از سطح بالاتری برخوردار هستید. من یه مثال آوردم، این مثال قشنگ همین مثالی که تو کتابتونه. میگه که in der Woche frühstücke ich schon um 6, aber am Sonntag frühstücke ich oft erst um 11 Uhr. من اگر شونوست رو الان تو این جمله حذف بکنم، فرض کنیم الان حذف کردم، میگم این der Woche در طول هفته من frühstücke، اینو بگم این فعله. ببین آلمانی‌ها برای صبحانه خوردن فعل دارن. اسم صبحانه خودش میشه فروشتوک با اف بزرگ، اما نمیگیم فروشتوک اسن، این غلطه، باید فعلش رو به کار ببریم، فروشتوکن. پس من میگم که این در فروشتوکه شون 6. در طول هفته من ساعت 6 صبح، براششون رو حذف کنیم، در طول هفته من ساعت 6 صبحونه میخورم. aber am Sonntag، ولی یک شنبه، frühstücke ich oft um 11 Uhr، اما زونتاگ معمولا ساعت 11. پس ببینید معنی جمله تغییری نکرد، من شون و اس رو عوض کردم، تغییری نکرد که این در واقع قابل درک بود و کاملا مشخص بود که منظورم چیه. اما اگر شون و اس رو به کار ببرم چی میشه؟ ببینید شون مثل مفهوم آلردی انگلیسیه، یعنی مثلا یه حالتی که دیگه دیر یا دیر شده، یعنی مثلا میگیم اینجوری شد. یا مثلا تو این مفهوم جمله میگم که من در طول هفته شون 6، یعنی دیگه دیر صبحونم بخورم، ساعت 6 صبحونم خوردم، یعنی دیگه ساعت 6 صبحانم را خورده ام. نه اینکه در واقع ماضی نقلی بشه ها، در واقع زمان جمله عوض نمیشه باشون، اما مفهوم معنیش اینطوری میشه. یعنی دیگه میگه در طول هفته من خیلی دیر صبحونه بخورم، ساعت 6 میخورم، اما am Sonntag تازه ساعت 11 میخورم، یعنی زود بخورم ساعت 11 میخورم، یا همون تازه ساعت 11. پس میبینید مفهوم شون و ارست اینجوری شد. یه چند تا تمرین اینجا آوردم، اینا در واقع تمرینای توی آبایتسبوختونه. یکی که میگه مثلا انگار مکالمه بین 2 نفره، واس اسیست، حالا شون یا اس تو جا خالیه بیاد، تو این جا خالی ها، این جا خالی نیست، میگه واس، مثلا انگار ادامه صحبتشه. اسیست، حالا شون یا اس. ببین من اگر بگم اسیست شون 5 یعنی ساعت 5 دقیقه به 4 شد و اوه دیر شد. ولی اگه بگم اسیست ارست 5 میگم ساعت 5 دقیقه به 4، تازه ساعت 5 دقیقه به 4، یعنی بابا زوده، مثلا کجا میخوای بری. اما اگر شون رو بیارم یعنی اوه دیر شد. حالا خب پس من الان نمیدونم شون درسته یا ارست، پس باید ادامه داشته باشه این مکالمه. حالا طرفم میپرسه واقوم واس ایست لوس، چرا، موضوع چیه، مشکل چیه. Ich treffe Claudia um 4 am Marktplatz. من ملاقات میکنم کلودیا رو ساعت 4 توی مارک پلاتس. ویدیو رو پاوز بزنید و خودتون بگید جواب چیه. از اون جمله آخر دیگه متوجه میشیم که اون در واقع این جمله اول و سوم مال یه نفر دیگه. حالا متوجه میشیم که مفهومش شون بوده یا ارست. خب بله دیگه، این قرار ساعت 4 تو مارک پلاتس کلودیا رو ببینه و وقتی که الان 5 دقیقه به 4 یعنی دیرش شده، پس این در واقع ناراحت شده و گفته اسیست شون 5 یعنی ساعت 5 دقیقه به 4 شد، اوه یه همچین مفهومی.
بریم سراغ مکالمه بعدیه. Ich gehe jetzt من الان میرم. heute kommt meine Schwester zum Essen امروز خواهرم میاد برای نارشام. وقتی میگیم یه نفر kommt zum Essen یعنی برای وعده غذایی میاد مثلا خونم برای نارشام. حالا طرف میپرسه wann kommt sie denn کی میاد، اونم میگه um 7 Uhr ساعت 7 میاد. aber es ist doch bla 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 5 شون یا ارست میگه الان ساعت 5 شد و یا میگه بابا تازه ساعت 5. du hast da hast du doch noch viel Zeit خیلی هنوز که خیلی زمان داری. و این دا یعنی تو این موقعیت زمانی در واقع این دا رو بعدن میگم بهتون. این دا برای مکان یا زمان هم به کار میره، یعنی الان میتونیم بگیم بابا الان که خیلی زمان داری که. خب پس منظورش اینجا ارست هست. حتما قبل از جواب خودتون پاوز بزنید و سعی کنید جواب رو پیدا بکنید. پس آبا اسیست doch erst 5 میگه با تازه ساعت 5 خیلی وقت داری که. اوکی. مکالمه بعدی was du gehst nach Hause es ist doch bla 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 11 Uhr. خب شون یا ارست از دیگه شاید احتیاج نباشه بقیه جمله هم بخونیم و کاملا مشخصه. یا aber ich fahre morgen um 6 Uhr nach Hamburg میگه آره، این جمله بالاش رو تایید میکنه میگه آره اما من فردا ساعت 6 میرم به هامبورگ. ناخ پرپوزیسیونیه که برای رفتن به شهرها و کشورها استفاده میکنیم. حالا اینو بعداً درس حالا فراموش کردم 11 یا 12 میخونید. اوکی dann gute Nacht. اوکی پس شب بخیر. vielen Dank für deinen und vielen Dank für deinen Besuch. شبت بخیر و خیلی ممنونم به خاطر بزوخی که انجام دادی. به وقتی یه مهمون میاد خونه ما و داره میره این جمله رو میتونیم بهش بگیم، یعنی vielen Dank für deinen Besuch یعنی ممنونم که اومدی و من ملاقات کردی، مثلا برای دیدار من اومدی. این جمله رو پس مهمون وقتی داره میره میتونیم بگیم مثلا کل این جمله رو، یعنی gute Nacht und vielen Dank für deinen Besuch. خب جواب چی شد؟ was du gehst schon nach Hause یعنی داری الان میری خونه و دیرت شده. du gehst schon nach Hause es ist doch erst 11 Uhr میگه با تازه ساعت 11 است که. اینم میگه آره بابا ولی فردا مثلا مسافر.